ماجرا در آفریقای جنوبی یعنی کشورم اتفاق افتاد. اواسط جولای سال پیش بود و من تازه 18 سالم شده بود. قبل رفتن به مدرسه 3 هفته تعطیلات داشتیم. خواهرم تصمیم گرفت من و چند تا از دوستامونو ببره به رشته کوههای شهر کازولو ناتال. من بودم، خواهرم کیت و 3 تا از دوستامون، اشلی، می و هانا. توی راه قبل از اینکه به رشته کوه‌ها برسیم رفتیم یه جایی به نام ایزندلوانا، جایی که ارتش شاکازولو با بریتانیایی‌ها جنگ کردن و کلی کشته دادن. تقریباً آخرای شب به اونجا رسیدیم. از اونجا که هیچ نگهبانی اون اطراف نبود تصمیم گرفتیم بریم بیرون و از هزاران قبری که توی اون زمین بود دیدن کنیم. از اونجا که خسته بودیم من گفتم بیایید شب و اینجا بمونیم و استراحت کنیم. همه چی اوکی بود تا اینکه خواهرم یه تخته احضار روح از کیفش در آورد. ما هممون به روح و پارانورمال اعتقاد داشتیم. بنابراین هر 5 تامون وارد بازی شدیم. تازه محیط پرفکتی هم برای این کار بود. خلاصه روی یکی از قبرهای بزرگ نشستیم و شروع کردیم. اما تخته هیچ تکونی نمیخورد. خواهرم دیگه صبرش تموم شد و انگشتش رو برداشت. اما ناگهان پلانشت به شکل دایره‌وار شروع به حرکت کرد و بعد رفت روی حروف الفبا RUNTHEAREHERE Run, they are here. فرار کنید، اونا اینجان. اولش هممون زدیم زیر خنده. اصلا نمی ترسیدیم چون قبل بازی یه عالمه مشروب خورده بودیم و فکر می کردیم کار یکی از خودمون بوده. اما ناگهان اشلی پا شد. از درد فریاد زد و می گفت یکی داره بهش چاقو می زنه. کمکم کنید. سریع بازی رو ول کردیم و رفتیم کمکش. وقتی پیرهنشو زد بالا دیدیم از نزدیک قلب تا پایین شکمش یه خراش عمیق افتاده. هممون شوکه بودیم و با عجله رفتیم. تا اولین کلینیک 1 ساعت راه بود. وقتی رسیدیم با مشکل دیگه‌ای روبرو شدیم. آخه ما یه گروه دختر سفید پوست بودیم که فقط میتونستیم انگلیسی و کمی هلندی حرف بزنیم، در حالی که تمام کارکنان بیمارستان اهل زولو بودن و اصلاً انگلیسی نمیفهمیدن. دوستم داشت از درد میمرد و هیچ کدوم زبون همو نمیفهمیدیم. در نهایت پیرهن دوستم رو زدیم بالا و زخمش رو نشون دادیم. یکی از پرستارا شکمش استریل و بعد پانسمان کرد. اما صبح روز بعد وقتی توی ون دوستم بیدار شدیم دیدیم در کمال تعجب زخم کاملا محو شده، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بود. یه نفر بعداً بهمون گفت که ممکنه نشان سربازای زولویی باشه. اونا قدیما قلب دشمن رو از بدنش در می آوردن تا طی مراسم‌های روحشو برای رفتن به دنیای بعدی آماده کنن. اما خدا میدونه چقدر این حرف درست باشه. 1 سال گذشت و این معما برای ما حل نشد. من الان میرم دانشگاه و هنوزم باشون دوستم. خاطره قبرستون داره به مرور کمرنگ و کمرنگتر میشه و گاهی حتی فکر میکنم که اون شب فقط خیالاتی شده بودیم. اما به هر حال دیگه هیچ وقت سراغ تخته احضار نمیرم.